السلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدید به کانال ما. رحمت که ویدیوهای ما را تا آخر تماشا میکنید. از همه شما منت دارم. امیدوارم که دوستان عزیز خوب و تندیت هستید. ما هم شکرانه خدا خوب هستیم. دوستان عزیز، امروز میخواهیم یک نمود چک تیار کنیم. برای ما لازم است 4 دانه تخم و کم ترکک باشد، ساده لازم است. دوستان عزیز، ویدیوی ما را دوستان عزیز تا آخر تماشا کنید. باوری دارم به شما معقول می شود و شما نیز در خانه های خود برای کودکان خود تیار کنید. به نهایت خوشخور است. خمیر ما دوستان عزیز نه سخت باشد نه ملایم باشد. دوستان عزیز، خمیر را به 2 حصه برابر جدا میکنیم و زبالچه گرفته میمانیم که خمیر ما کمتر دم گیرد. اکنون خمیر را راست میکنیم، خوش را راست میکنیم، باریک راست میکنیم. کمتر باشد هم آرد پاشیده راست میکنیم دوستان عزیز تا اینکه نچسبد خمیر. به نهایت bolazat می شود دوستان عزیز. کمتر راست کردن این خمیر دشوار است، لیکن به دشواریش نگاه نکرده تو نوگ راست میکنیم دوستان عزیز. اکنون دوستان عزیز کم باریک کرده میبریم. پریمیر نه
2 سانتی متر کرده میبریم دوستانی عزیز. شما میتوانید 3 کنجه کرده برید، شما میتوانید همخیل راستک باریک برید، با شما کدامش معقول باشد دوستانی عزیز. با همین طرز میبریم و در افغانی گرم پخته میگیریم. همش را پخته گرفتیم دوستانی عزیز. شما میتوانید با سگوشانی ملکا، میتوانید با عسل نیز همراه کنید، به نهایت با مزه می شود. چهارمغز نیز همراه میکنیم دوستانی عزیز. من باشم با سگوشانی ملکا چکچک خودم را باز هم شیرین تر میکنم. انا خوش را با سگوشانی ملکا آمیخته کردیم دوستانی عزیز. بینید چقدر زیبا شد و دلکش و به نهایت با مزه است دوستانی عزیز. اگر ویدیوی ما به شما پسند آمده باشد لایک و کامنتاری را فراموش نکنید. از همه شما منت دارم. تا ویدیوهای آینده خیر دوستانی عزیز.